دانشگاه دولتی بلاروس بگیو یکی از قدیمی‌ترین دانشگاه‌های موفق بلاروس با سابقه 100 ساله است. بر اساس رتبه‌بندی بین‌المللی این دانشگاه جزو 1% از بهترین دانشگاه‌های جهان است. دانشگاه دولتی بلاروس نشان آموزش ملی بلاروس است، یک پیشرفت علمی قابل توجه، یک سنت باشکوه و آینده فناوری پیشرفته. طبق بانک اطلاعاتی جوانان با استعداد بلاروس، از هر 3 دانشجوی کشور بلاروس 1 نفر در دانشگاه بلاروس تحصیل می‌کند. از هر 5 دانشجوی کارشناسی ارشد بلاروس 1 نفر در بگیو تحصیل می‌کند و از هر 5 رساله دکتری کشور 1 رساله در بگیو نوشته می‌شود. دانشگاه دولتی بلاروس دانشگاهی مدرن با روش‌های آموزشی و فناوری‌های بالاست. مجموعه‌ای است با بیش از 1000 متخصص، دانشمند و بهترین اساتید. این دانشگاه بیش از 25000 دانشجو و 3500 استاد دارد. در مجموع بیش از 60000 نفر در بگیو و بخش‌های مختلف آن مشغول به کار، تحصیل یا انجام تحقیقات علمی در رشته‌های علوم طبیعی، علوم انسانی و علوم کاربردی میباشند که بسیاری از آنها منحصر به فرد است. آموزش و تربیت کارشناس در 16 دانشکده این دانشگاه انجام می‌گیرد. دانشکده مکانیک و ریاضیات، دانشکده جغرافی و ژئوانفرماتیک، دانشکده فیزیک، دانشکده زبانشناسی، دانشکده تاریخ، دانشکده زیست شناسی، دانشکده حقوق، دانشکده شیمی، دانشکده اقتصاد، دانشکده نظامی، دانشکده روابط اجتماعی فرهنگی، دانشکده روزنامه‌نگاری، دانشکده روابط بین‌الملل، دانشکده ریاضی کاربردی و علوم انفرماتیک، دانشکده رادیوفیزیک و علوم رایانه، دانشکده فلسفه و علوم اجتماعی. دانشگاه دولتی بلاروس دارای انستیتوهای مختلفی است: انستیتوی بازرگانی، انستیتوی الهیات مفودی مقدس و کیریل مقدس، انستیتوی بین‌المللی دولتی اکولوژی ساخاروف، مؤسسات تخصصی آموزشی متوسطه، لیسه بگیو، کالج حقوق. دانشگاه دولتی بلاروس با همکاری با دانشگاه پلی‌تکنیک دالیان کشور چین مجتمع‌های آموزشی مشترک و منحصر به فردی تأسیس کردند که در آن برخی از رشته‌ها به زبان‌های روسی، چینی و انگلیسی تدریس می‌شود. ویژگی خاص این مؤسسات آموزشی این است که فارغ التحصیلان به طور همزمان 2 مدرک تحصیلی دریافت می‌کنند. هر سال بیش از 1500 شهروند کشور چین به جمع دانش آموختگان این مجموعه‌ها می‌پیوندند. در دانشگاه دولتی بلاروس جهت آموزش‌های تکمیلی در قالب دوره‌های دانش افزایی پیشرفته چندین مؤسسه آموزشی فعالیت دارند. دانشگاه دولتی بلاروس فعالانه تکنولوژی‌های مدرن دیجیتالی آموزشی را معرفی کرده و مرتباً در حال توسعه منابع آموزش از راه دور است. در بگیو از نظام آموزشی خلاقیت محور استفاده می‌شود و در حال توسعه است. اساتید واحدهای درسی را به شکل تعاملی با دانشجو و از جمله با استفاده از روش یادگیری اکتشافی برگزار می‌کنند. دانشگاه دولتی بلاروس یک مجتمع تحقیقاتی علمی، خلاقانه و صنعتی قدرتمند است. این مجموعه شامل مؤسسات تحقیقاتی زیر میباشد: پژوهشکده فیزیک شیمی، پژوهشکده فیزیک کاربردی، پژوهشکده مسائل هسته‌ای، پژوهشکده ریاضیات کاربردی و علوم کامپیوتری، مرکز بررسی و رصد لایه اوزون، مرکز مسائل انسانی و نیز تعدادی از مؤسسات علمی، تولیدی، آموزشی. اکتشافات دانشمندان بگیو از افتخارات علمی بلاروس و جهان است. نتیجه کارهای تحقیقاتی دانشمندان بگیو در ایستگاه‌های فضایی بین‌المللی و سیستم‌های تحلیلی و رصد لایه‌های زمین قرار دارد. دستاوردهای علمی بگیو در زمینه‌های پزشکی و داروسازی، دامپزشکی و بیوشیمی در جهان بی‌نظیر است. مراکز درمان بیماری‌های سرطانی بلاروس مجهز به داروهای شیمی درمانی هستند که 100% از تولیدات مؤسسه آموزشی پژوهشی تولیدی دانشگاه بگیو یونیتک پروم میباشد. دانشگاه بگیو به لحاظ تعداد آثار علمی منتشره در مجلات بین‌المللی، صفحات اینترنتی و وبسایت‌ها در بلاروس پیشتاز است. دانشگاه دولتی بلاروس در بخش بین‌الملل فعالیت‌های زیاد دارد. این دانشگاه با بیش از 550 دانشگاه از 60 کشور جهان در حال همکاری است. سالانه بیش از 4000 دانشجوی خارجی در این دانشگاه تحصیل می‌کنند. از هر 4 دانشجوی خارجی کشور بلاروس 1 دانشجو در دانشگاه بگیو مشغول تحصیل است. این دانشگاه دارای پرسنل بسیار با تجربه در زمینه روابط بین‌الملل میباشد. بیش از 30% از کارکنان وزارت امور خارجه بلاروس از فارغ التحصیلان دانشکده روابط بین‌الملل بگیو میباشند. بگیو یکی از بزرگترین کتابخانه‌های دانشگاهی بلاروس را داراست. بانک اطلاعاتی الکترونیکی این دانشگاه یکی از 3 بانک اطلاعاتی برتر جهان میباشد. دانشگاه بگیو به دانشجویان کمک می‌کند تا نه تنها خود را در زمینه‌های علمی و حرفه‌ای بشناسند، بلکه به لطف بیش از 130 تیم خلاق، باشگاه‌ها و کلاس‌های آزاد مختلف پتانسیل‌های خلاقیتی خود را نیز توسعه دهند. دانشگاه بگیو در زمینه ارتباطات بسیار فعال است. کنفرانس‌های علمی، نشست‌های فرهنگی، میزگردها، محیط‌های گفتگو در مورد مسائل روز و همچنین توسعه یک جامعه مدرن انجام می‌گیرد. دانشجویان جشنواره‌ها، میزگردها و مسابقات مختلف برگزار می‌کنند. دانشگاه دولتی بلاروس دارای تمامی امکانات جهت توسعه کامل پتانسیل‌های دانشجویان میباشد. دانشجویان غیر بومی و دانشجویان خارجی در یک مجتمع دوستانه و راحت که دارای زیرساخت‌های پیشرفته میباشد زندگی می‌کنند. زندگی دانشجویی بسیار فعال و متنوع است. دانشگاه بگیو دارای مجتمع ورزشی مدرن خود و نیز یک مجموعه ورزشی خارج از شهر بریگانتینا میباشد.
امکانات تربیت بدنی برای دانشجویان بگیو در 140 بخش ورزشی فراهم شده است. دانشجویان ورزشکار در مسابقات قهرمانی جهانی و اروپا، المپیادها 10 مدال کسب کردند. دانشگاه بگیو یک برند است، یک پرستیژ و یک اعتبار. بگیو یک خانواده است. به دانشگاه بگیو خوش آمدید.